وقتی کنشگری می‌بینیم در راه و در کوچه در اون درون شهر کنشگری رو می‌بینیم، مثلا سر وقت مثلا جنگ و جنجال ما می‌تونیم با وزارت حفظ حقوق مثلا با ملیسا باید خبر دهیم که در فلان جا در انتهای واقعه شده است، در قلمخه رازبار است در فلان جا که انتهای ما باید یک مشتر مثلا با حفظ حقوق باید خبر خود به پیشکی رسونیم. در حالت‌های قانون ویرانکنی در شهر، یعنی در همین شهر دوشنبه من بسیارتر یعنی اهمیت نمی‌دهم یا که به ملیساها یعنی خبر نمی‌رسانم، چون که این حالت‌های می‌شود که خودی آدمان را یعنی گناهکار می‌کنند و وقتی که یعنی من اگر خبر هم در نتیجه یعنی هم آوازه من پخش می‌شود، هم به والدینم خبر یعنی می‌دهم، یک کاری یعنی بسیار کشمکش‌ها به میان میآید و من هم یعنی نمی‌خواهم که خودم در بلا گرفتار شوم، زنگ نمی‌زنم. دختر با خیلی نسبت به پسرها دیده بسیارتر آبرویش یعنی نازکتر است، تیز بدنام می شود، برای همین یعنی من زنگ نمیزنم و خبر نمیدهم. بعضی حالات می شود که در اون جا جنایت مثال صادر می شود، بسیار هستند که بعضی شخصانی هستند که از قانون مثال دور میگیرن خودشون، بعضی ازشون مثال حساس هستند، میترسند، از همین سبب به مثال اگر جنایت شود با ملیسا خبر دادن نمیتونن. یک شخصی هستن که با دل گردن مثال قانون کتی وای دارن مثال وای میشوند، چی گپی که مثال اگه جنایت میشه اگه کس در اگه کاری وای میشه در حال با کارمندان ملیسا یعنی وزارت کار داخلی خبر میدن. برای چی من با ملیسا زنگ نمیزنم که برای هم که تا اومد یعنی تا اومدن آنها ممکن امو آدمو میگریزند، یعنی که برای بر دروغ زنگ زدن مرا متهم میکنند. هنگام یگان کنشکنی کشید ها حتما زنگ میزنیم. برای چی مثلا دیگر مردم زنگ نمیزنند؟ برای که یک خیلی وقت مراجعات گوش نمیکنند، راستی گپ گوش نمیکنند. بعد یک خیلی دیگر خلق خود ما هم خیلی خاصیت داره که ملیسا خونه کی رفتی نمیپرسند برای چی تو رفتی اونجا، شاید که تو شاهد باشی هم نمیگن که تو شاهدی، فکر دور میره از همین سبب. مردم به ملیسا کمتر باوری ندارد، شاید از آن سبب که شخص جنایت صادر کردگی جزای حقیقی خود را نمیبیند، از همین سبب خلق خنک نظرانه نسبت ملیسا ها رفتار میکنند. وقتی که جنایت را با چشم خود دیدید و چشم پوشیده رفتن این آداب نیست و حتما جنایت است خودش. حتما وقتی که یگان جنایت دیدیم البته خبر دادن در کار. شاید آدمانی هستند که جنایت دیده و گپ نمیزنند، خودشان به کنار گرفته میروند. شاید که ویا فکر میکنن که اگر ویا این جنایت را گویند ملیسا ویا، البته وقتی که جنایت انسان که جنایت صادر کرد البته ملیسا ویا فریاد میکند خودش جنایت ملیسا یک چیزی هست که یک در چی گم تهلکه میافتید خودش. در بعضی حالات من زنگ میزنم، نه که در بعضی حالات که مثال جنایت یا که یگم دوزی یگم کشتار که باشد میبرند مثال وای میکنم کاکسی دیتیل داو میکنم، مثال میگن که تو هم جنایتکاری به همین خاطر بعضی حالات زنگ نمیزنم. خب ما در حالت قانون ویرانکنی انسان ها میبینیم در اتوبوس یا که در جای جمعیتی. من شخصا چند بار که دیدم مناقشه بین جوانان یا که در اتوبوس نشستن امروز در پایتخت اتوبوس های نو است، وقتی که میبینیم یک بار من میگم اصلاح میشود دیگر احتیاج به ملیسا یا به کارمندان حفظ حقوق ندارم. اگر در راه ما مشاهده کنیم که اگر کنشکنی شود حتما برای ملیسا خبر میدیم، برای اینکه هر یک انسان میتونه در چنین حالت ها وادار شود. برای همین میگن که دست یک کس را گیری در آینده دست تو را هم میگیرن. تشکر. بسیار مردم زنگ نمیزنند، شما برای چی؟ شاید از آن سبکی باشد که آنها میترسند و شاید آن آدمانی که دستگیر شده باشند و دیده باشند که مثلا کی خبردار کردگی به ملیسا میتونن از آنها قصد گیرند، شاید از همین ترس و هراس باشد.